و بالاخره مشخص شد که قیمت ماژور چقدره و با صرافی‌های معتبری که من تونستم پیدا بکنم و ببینم که چجوریه که این قیمت رو دارم و فهمیدم که یکی از اون صرافی‌های معتبر صرافی بیتگت هستش که قیمتش رو در ادامه ویدیو بهتون میگم تا برید و بتر کنید. اگه اینجوری باشه خداوکیلی خیلی توکن قراره گیرتون بیاد و قیمت خیلی باحالی هم داره که بهتون میگم چجوری حتی برداشت بکنید. در کمتر از فکر می‌کنم یک روز دیگه قرار لیست بشه که من الان ساعت تقریبا پنجشنبه شبه که همین الان که براتون ویدیو رو دارم میگیرم همین الان براتون آپلود کردم. بریم خلاصه بهتون نحوه بهتر کیف پول وصل کردن و البته مهمتر از اون چگونه هنوز میتونید توکن بگیرید رو بهتون بگم تا جا نمونی. حتی شده 10,000 تا از این توکن داشته باش بهت بگم چه قیمت فضایی داره و در ادامه ویدیو بهت 100% قطعی میگم. فقط قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب رو بزنید تا بریم سراغ ادامه ویدیو. بچه‌ها اگه براتون بالا نیاورد رباتش یکم صبر بکنید، یکم اینترنت ها مشکل داره، خود ربات شلوغه و چون همه دارن باز شب دقیقه 90 گذاشتن توکن جمع بکنن یکم سایت یا ربات دیرتر بالا میاد. همونطور که داری میبینی در کمتر از یک روز و 5 ساعت دیگه این ربات یا ایدراپ ماژور قرار لیست بشه. پیشنهادی که من به شما دارم اینه که بچه‌ها هنوز میتونید قسمت ایرن پایین سمت چپ رو بیایید و کارهاشو انجام بدید، بهتره این تسکاشو انجام بدید تا بتونید حداقل دارم بهت میگم 10,000 تا 20,000 تا توکن دریافت کنید. یعنی قیمتشو اگه بخوام بهت بگم در ادامه ویدیو یعنی برگاتون میریزه چقدر قیمت خوبی داره این بهتره بگیم ربات بهتون میده. ربات کتس و نمیدونم داگز، حالا داگز خدایش خوب بود ولی ربات کتس یا همستر واقعا نتونستن انتظارات ما رو برآورده بکنن. همونطور که داری میبینی هنوز در قسمت بازی کردن گیمز یا ایرن میتونی توکن به دست بیاری. پیشنهاد میکنم 100% برو بازیاشو انجام بده، کلی توکن به دست بیار تا بتونی راحت یه پول خیلی خوبی رو در بیاری. اما اگه ولتتون رو هنوز با سایت ست نکردید پیشنهاد میکنم 100% بچه ولتتون رو ست بکنید. چرا میگم ولتتون رو باید ست بکنید؟ چون اگه ست نکنی و اضافه نکنی به ربات ماژور شما نمیتونید که برداشت بزنید و فردا هم بهتره بگیم هم بازی کردن هم به دست آوردن توکن استارت که زیر مجموعه همین ماژور هستش که به توکن های ماژور میگن استارت. حالا اگه نمیدونستی اگه این کار رو انجام ندید توکنی به تعلق نمیگیره رفیق خوبم. حتی در زمینه زیر مجموعه گیری هنوز یه روز دیگه فرصت داری که پیشنهاد میکنم اگه کسی که تلگرام پریمیوم داره این کار رو انجام بده 1000 تا توکن بهتون میرسه. کسی که تلگرام ساده رو داره 750 نفر به ازای هر نفر بهتون میده. دوستی آشنای خانواده‌تون پدر مادر گوشی اگه داره پیشنهاد میکنم این یه روز باقی مونده آخر رو یکم تلاشتون رو بیشتر کنید، حداقل میگم 10-20,000 تا توکن رو دریافت کنید چون واقعا دارم بهتون میگم بچه‌ها خیلی قیمت قشنگی داره که بریم و کم کم دیگه قیمتش رو بهتون بگم. اگه دیدن ویدیوهای من تا الان خوشت اومده لایک و کامنت رو بتر کن تا من انرژی بگیرم و ویدیوهای خیلی خفن‌تر در مورد ایدراپا برات بسازم. همون بالا داریم میبینی بچه‌ها NFTش هم قراره بیاد، NFT ماژور قراره به زودی باز به تون کیپرتون وصل بشه که حالا باز قضیه اون رو من هرچی حالا لیست بشه فعلا تا من بعداً برم و پیگیرش بشم و بهتون میام توضیحاتشو بدم چجوری میتونید NFT شو بفروشید. اما بریم سراغ قیمتش بچه‌ها. چیزی که من فهمیدم هر 100,000 تا توکن بچه‌ها ضرب داره 0.0 یا همون 16,000 دلار یا 1 سنت که اگه اینجوری باشه هر 100,000 تاش برابر با 1690 دلار و هر 10,000 تاش برابر میشه با چقدر بچه‌ها؟ به یعنی هر 10,000 تاش برابر با 169 دلاره. اما اینجا یه مشکل ریزی وجود داره. اگه اینجوری باشه نفر اول دوم و سوم جهان که میلیونی دارن خیلی میشه، یعنی اینجوری ایدراپ ماژور برشکست میشه. حالا من از صمیم قلبم دعا میکنم که واقعا همین باشه قیمتش و یک قیمت خیلی خوبی باشه، چیزی که من شنیدم، پس اطمینانی برش نیستش. خیلی ممنون که تا اینجا نگاه کردی. شبتون خوش، خدا نگهدار.